که هستم. خیلی خوش اومدین. بریم ویدیو خفن بچه‌ها. چطورین بچه‌ها؟ این پارت بگه که ماینکرافت سروایول همراه با آرمان MK. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، نیم دبلایک کنید، زبون رفتار کن من دلتون حتما شما با خر بشین دیگه زبان. مرلقه جوش بزنیم اون دینا رو یک درخت میبینم حواسی کنیم اون دینا، ولی ممکنه چیز باشه، زامبی دریایی باشه. چی بریم اون چیزی نیست. ببینید کلیدش چیست؟ موزه. آخ جان بنازم. اما غرق میشم. بچه ها حتما چنل رو سابسکرایب کنین ها، ویدیو هم لایک کنین، یه کامنت خوشگلم بزنین گرش. من دیگه عجیب اینا رو میگیم حالا بریم بیرون ده چیز بکنیم. بچه ها این سرور باید عشق و حال بکنیم و عشق و حال. ای بابا حاجی ولی چقدر بابا 5 تا obsidian گرفتیم با کلی آهن. بریم یه لوت کنیم، یه بید پیدا کنیم، یه خونه بگیریم فعلا. یه خونه لایک شدیم بودیم. این خونه برای من حالا نیاز به چوب داریم. بریم چوب یام بکنیم. آه جانم یارم در بیت جونم شب محتوب یار. دلم تنها دلم. بچه اینم آپدیت ماینکرافته، جدیدترین آپدیت ماینکرافته. اینو برای خودت بفروزان نخواستیم. 2 تا چوب بزنیم گرش و یه کرافین بزنیم گرش حاجی. اوف حاجی همین اول احساس کنم فول آیرون شدیم و ببینیم چی میخوایم. بس که ماینکرافت چیزی بگی مثلا این کفشه اینو میدادم بهمون آیرون میداد. بذار حساب کتاب کنم. ببین حالا اگه ما یه دونه شیلدو یه دونه بولیز و کلا میخوایم دیگه. اینجا این تنها رو میبره 1 2 3 4 5 6 7 8. این تنها میبره 5 تا. خب اصلا به صرفه نیست ما بسازیم. ما یه دونه استی 4 تا استی به دست میاریم، یه دونه کلنگ، یه دونه عینی، یه دونه پیل میسازیم. اینا رو میذاریم بالا. 2 تا اینا رو میذاریم چون 2 تا دونه آیرون داریم. 3 تا با این الان من میرم یه دو تا چوب میزنم. حاجی بذاری بریم برای اول کارمون چوب بزنیم. یه ذره میخوایم حاجی. آقا خوبه برای اول زندگیمون چوب خوب جمع کردیم. بله بهره. آها خوبه 18. یه 2 تاشو تبدیل کنم و دیگه شیلد بسازم. حداقل میخوایم بریم قاری جای چیزی. ببین آقا من نمیخوام چون این سیور به فنا بره، میخوام همین الان مثلا به ویلیج دست میزنم. میخوام همینطور باشه. این آیرن گلانه رو نمیزنم که ویلیجره نمیرم، ولی الان میزدمشه که آرمور بسازم نمیزنم. من الان قصدم اینه که
بچه یه لحظه خب بچه همو برگشتم خیلی عوض میخوام ازتون چیز مانکرافت داشت داد میزد آرمان بیا اینجا کارت دارم. رفتم پیشش گفت گذاشتم واسه تو لیست در کوچه برو. آقا یه خونه من میخوام برای خودم انتخاب کنم. من شیلدو خواستم ساختم دکوری باشه. آقا من تصمیمو گرفتم آجی میخوام الان ببینم برم جایی که ویلیجر هست 2 تا ویلیجر رو آجی خب کنم چند تا چوب آجی فیکس کنم. میخوام ویلیجر خب کنم که بیلید کنیم آجی قشنگ دیگه بریم اشغال نگه ویلیجر الان این چه نابی سینو خیلی بیامان در این ور ببندم. ای خدا یه ویلیجر توی 20 ساعت شده نیست. حتی من احساس میکنم بگم آقا شب شد ما نیستیم شب شه و میریم همه رو فکر میکنیم اوکی حاجی اگه توی خونه الان 2 تا باشه من خفتشون میکنم دیگه. حجیم مادراتون بین بره تو خونه تو رو خدا برو تو خونه برو این تو خونه برو من بهتون نیم بدم زیاد چین نیم بدم آب بدم غذا بدم زیاد چین یه بار تو عمرم میخوام تو خدا حالا شب بده بشه 2 تا ویلیجر رو خفت میکنم میزنم غذا بزنم میزنم گشنم آجی دارم میمیرم. تو رو خدا برین تو اون خونه من رفتن آجی بذار برم. ای خدا دارم از گشنگی من میرم یه خوبتر میکنم آجی یه سر غذا گیرم یه بگیم دارم من میمیرم آجی اینجا شدن اهمیت بگیده من حایت اهمیت نیستم. بابا اینا رو نگاه لندن ها من این خونه رو برمیدارم خیلی هم نمیخوام به ویلیج دستکاری کنمش همینجا میام میذاره برای خودم چسکی مرسی یه شاک پرت و پرت میزدم کاری هم بایشی نداره. مثلا اینو میذارم توش اینو میذارم اینا آیتم های چرت و پرت هم میچینم توش این شمشیره رو میذارم آینه ها میذارم اینو میذارم اینو میذارم اینو میذارم اینو میذارم غذا رو میذارم از این چوبو که الان فعلا میذارم اینو میذارم چوب میخوام دستم باشه هاتی شما اگه خواستیم کسی رو فکر کنید ببین الان یه کسی اینجا رد شده بذارم یه لحظه من دلم آروم نیست من توی تمام سریام که رفتم ببین آخ دور مادرت بیبرون تو خودت کو واسه همه رو دابل میذارم ببش این برم واسه میذارم ها یعنی کنالفل چیزی کاورینگ نمیذارم به یه خط روی چشات بیفته من فقط گلت میخوام بیاد اینه مادرت دیوارو گم شد پیش داره شد داشت تا صدات میکنه برو پیش داداشت به خدا استغفرالله داشت داره صدات میکنه Your brother says where is my brother can you go to find my brother تو خدا بیبارو گم شو خونت دیگه داداش خدا داداشی من چنین چیزی که من میخواستم همین من برم خونه دیگه بگیرم بخوابم دیگه اشغال صفا سیتی برا فردا صبح
بعد چیکار کنی؟ بعد بریم چوب بزنیم تریدینگ بریم یه برنامه‌ای بسازیم که تو ویلیجرها رو توش بذاریم. آها بخوابیم، یعنی ویلیجرها رو بذاریم توش بذارم بخوابن دیگه، تولیدات چیزی کنن دیگه. بریم کلی چوب بزنیم، یه 3-4 استاکی میخوایم، چون من نمیخوام ویلیجر رو بین دارم سریع همین الان میرم میسازم. کلی هم بیت میخوایم، کلی هم پش میخوایم که بداره میتونیم جور کنیم از خونایی چند تاشو برمیداریم و یکم از دوستان میزنیم خودمون. معمول کنم آقا دوستاشون هم میخوام، خیلی خوبه. میخوام میزنه گردش خودم بینه تو رو بدم گرم مردم پیشانه نکنم صندلی هم من گیری واکنشی ویدیوی صندلی هم من نگیر داداش برای بده کن میخوام چیز کنم نمیخوام آجی کم بوده نیم بریم این هم خودش یه بگاجی کوی سلام داداش شما لطفا به من میدی؟ شما خیلی آدم خوبی هستیم ولی من شغل شما رو نیاز دارم. خیلی ممنون لطف کردیم. تو هم بذار خیلی بزن محض احتیاط اگه یکیشون حالا چیز شد نشد افتاد بیرون هم داشته باشیم حداقل. بذار من اینا رو هم بکنم و یه دیگه خوب باشیم دیگه. بذار دو تا بده دیگه هم برداریم. راستی کلی چوب میخوایم یه استکی چوب میخوایم. این نهایه تبرمون به فنا میرسه دیگه. حالا ایوه هم نداره دیگه. اول بازی و دیگه اکسپاک جان نه آنچنانی هم چوب نمیخوایی چون میخوایی یه جای گوشی آدم میخوای تریدی بیریدینگ نون میخوای بسازی یا که اینا رو چیز کنی یا زایمان کنن دو تا بشن. پس کلی چوب میخوای یه استکی خلاصه میخوای. چقدر نمیرسه این آتشقاله هم که میاد دستم مخلصه چیز میکنم پیس میکنم. بعدا باید یه خونه هم بسازیم. من بگیم میخوام چیز بسازم بریم میخوام چیز ساده ای من میسازم. من چیز هرسه من همین سیونو کار در میاد. دارم فکر میکنم بازم کمه ولی خوبه. حالا میریم تو همون دشت و بیرادا میسازیم. یه تا هم بد داریم دیگه براش دیگه خوبه. 4 تا کم نیست بد احیانا. بذار اینجا خالا 2 تا گوشتان باید بکشمشون. این سری میذارم یه آب تمیز از گلوت بره کنم که سری من میذارم. خدا یه گوشتن دیگه میخوام و خفیفازی داره بیزن خونه همین برده دیگه یه پخ دیگه و خفیفازی دارم یارم طبیعی چیز نکنست کنه برو این خونه این نمون بدوز دیگه. من چیز نه برده مجید های در اومد من میکنم من چی موق کشتم خانم بعدا بچه بایی فرمردان هم میسازیم آجی.
دلم تنها. آجا تو این دشت خوبه اینجا بسازیم؟ آب میخوایم حاجی. این دشته ببین ما اینو سری خراب بکن، چون همین ویدیو خیلی داره زیاد میشه دیگه. اما دیگه باید جمع کنی کارو سری دیگه. این دلترم بنداز کف دسته داری این جایی که خالیت رو پر کن. ببین اینم حالا تا هست دیگه بکشم دیگه آجی. یه بده دیگه هم جور کنیم دیگه. الان دیگه هزینه کردیم که دیگه تا اینجا دیگه بیشتر هزینه کنیم. بابا خیلی داره آخه خیلی گنده است برای کشی. عیب نداره آرمان حالا اوه که نمیشه یکی شکره بنداش. خب پس سر همین میگیریم کشولو میکنیم. یعنی اینجا رو باید بکنیم دیگه آجی. دلم دلم بابا ما اگه سری کار کنی دیگه قضیه خیلی واجبه. میدونم حالا تو کامنت منو پوش میدیم بخاطر اینکه چی اسمش اول خونه باید بسازیم بعد بریم سراغ تریدینگ و بیرینگ و اینا. ولی من دلیلم بچه های این ویلیجا البته حالا نمیدونم منو. ببین من چون خدا با من شانس نگرفت یه ویلیجا برم. من گذاشتم تا اصلا چند روز بعدش برم مثلا تریدینگ اینا رو بسازم. ویلیجا گذاشتم بعد فرداش اومدم دیدم اینا رو کشتن. زامبی توی زامبی توی اون محوظه‌ای که بودن کلی توپ گذاشته بودم و اینا. سر همین قضیه من گفتم و جامعه نباید همین الان بیکنم به کاراش درست کنم که دیگه علیکه خودو بدبخت نکن. ویلیجر برنگ و خودت بمونی. من اصلا هیچی از این ویلیجر رو بر نداشتم. من خودم آره هیچی از اینا بر نداشتم. یعنی اینکه مثلا نمیام خونهشون رو خراب کنم دیگه ویلیجر ترک کنم برن. من همیشه آیرن گلومشون میکشتم به خاطر این بعد از وطن میگذار تو ویلیجرش میگردم. ولی الان تصمیم گرفتم دیگه آیرن گلومه رو نکشم. خب حالا جدایشو کنیم اولا مثلا اینجا سه بلاک بینیم بالا که سه بلاک بچه ها چقدری خوبم سه بلاکه یکی دو تا سه تا چند درشم باشه 5 در نه 1 2 3 4 5 10 در 10 نه 10 در 15 5 6 7 8 9 10 و 15 یه دونه دو دونه سه این بر باید طول فلان سیون چیکار میکنی؟ این لیست در خودش میده آرمان خب من اصلا احساس کنم حساب کتابام اشتباه شده جی بخونی همینو میدونی و یه در وسطش هم میکنی تا هر جفت تا تمومه وقتش هم حالا بسش تا سر این میدونی که موقعم دیگه رسپون نشدی تایش کجا دیدین گفتم کافیه البته ما رو اینکه چیدیم یه دوتا دیگه بریم ما چه خصیص بزیدن البته ما کفش و سرش و تهش و اینا رو حساب کنیم میفهمی کنه گفتم آنا تمام شد بچه بقیه این ساخت نه بقیه این ساخت و سازی رو میذاریم برای پارت بعد. بچه حتما چنل رو سابسکرایب کنید لایک کنید زنگوله من دیدم
اگر مجدد شما باخر بشین بزبای